سلام دوستکای عزیز، امیدوار هستم خوب و صحتمند سر حال باشین. آمدیم با یک ویدیوی جدید درباره مراحل پاکسازی صورت هستم که من خودم هر 2 هفته بعد انجام میدم. این مراحل برای شما نشان میده که منافذ چی رقم پاک کنین و صورت بدون جوش و تمیز و شاداب داشته باشین. با من بیننده باشین تا آخر. این 2 مسئله که شما در اول ویدیو دیدین هر دو برای پاکسازی صورت است. یکیش فوم و یکیش هم روغن پاکسازی صورت است. اول فوم استفاده میکنیم. باید با چند قطره آب به صورت خود مساج بدیم تا پاک شود. شاید 5 دقیقه یا 3 دقیقه برش بهتر باشه. بعد از او از روغن پاک کنندهش استفاده میکنیم. روغن پاک کنندهش هم باید قسمت هایی که پر می باشه منافذ اونجا رو باید بیشتر مساج بدین تا که همون پاککاری عمیق انجام شود. اول روغن به طور مستقیم به صورت میزنیم، بعدش با چند قطره آب خوب صورت مساج میدیم. بعد از او میشویم و دیگه مراحل پیش میبریم. بعد مراحل پاکسازی سطح صورت است و باید موهای اضافی صورت زده شود تا موادی که به صورت میزنیم خوبتر جذب شود. و همچنان به میکاپ هم بسیار رول مهم داره که میکاپ آرایش بسیار بروی میشینه و تکان نمیخوره. همچنان ما بعد از اصلاح صورت از لیزر خانگی استفاده میکنم و موهای بدن به صورت و هر قسمت از بدن بخواین در خانه استفاده کرده میتونین. ما خودم استفاده کردیم، حدود 3 سال میشه و ازش راضی هستم. و همچنان شما میتونین هر هفته، یعنی هفته 1 بار یا هر 2 هفته بعد ازش استفاده کنین. کدام ضرر نداره و دردم نداره. دردش خیلی کم است نسبت به لیزرهای بیرون و فقط فشار میدین، درجه بندی داره. در این مرحله با این ماسک از صورت پاکسازی عمیق میگیره. این مثل خاک است ولی خاک نیست، مثل خاک است. به صورت میزنی و سر بینی، پیشانی، جاهایی که منافذ باز داره مکمل پاکسازی میکنه و این را باید 10 دقیقه بانیم. بعد از 10 دقیقه وقت خوش شد با کمی آب صورت خود تر میکنیم و به تمام صورت این مساج میدیم تا پاکسازی کنه با مدت 1 دقیقه. بعد از اینکه پاکسازی صورت گرفت با آب میشوییم. بعد از ماسک شما سیرومی را که روزانه یا شب یا هم هفته‌وار استفاده میکنین به صورت خود میزنین و مساج میدین. بعد با این وسیله که به نام گواشا هست استفاده میکنیم، تمام صورت خود مساج میدیم. به طرف بالا قسمت صورت، پیشانی و قسمت گردن. در این مرحله کریم دور چشم خود میزنیم. این کریم به خاطر سیاهی دور چشم است، در خود ویتامین سی داره. این آخری مرحله است. این ماسک شبانه است. باید از طرف شب زده شود و با همین ماسک بخوابین. ماسکی را که من به شما در این صفحه میمانم این دقیقا همین کار میکنه. پوست آب رسانی میکنه، شاداب میکنه و جلا میده به خاطر کالاژنی که داره. و نتیجهش میبینین صبح بعد از استفاده از این ماسک است. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.